بندوی ما پدا شما نمیگه کنیم برای شما یه روچان تو که مازانی سک مشغول در رابطه با اما اپوزیسیون مختلفین گروهان تو که من و شما پیسرچه برنامه هم در رابطه با یه مسئله کم که گپ زد اشی که اپوزیسیون مخصوصا اپوزیسیون ملیت های مختلف ما گندگان مثلا کنگره ملی کردستان چند روز پیش یک بیانیه داد که چه احزاب کردی دعوت کرد که کل احزاب کرد یک جا جمع ببند یه شرایط تو که ممکنه برای خلای قدرت ایران تو که پیش بیاد هم در رابطه با احزاب بلوچ اگر بید توضیح بده که آیا ایشان جنبه یک واسطه امکان و ابزاری است شما و واجه امیری دستا اگر در ادامه واجه امیری هم و جز کنیم و در کل سراسر ایران هم ما گندگانی که ابزار به نام کنگره ملیت های ایران فدرال و غیره هستند ولی در عمل ما نگندگانی که کار خاصی بکنند. اگر بید شما توضیح بده که یه روچان واسه شما های برنامه ریزی جدیدی کوته یا نه؟ والا متاسفانه اپوزیسیون ایران در کل و وقتی که برسی پده با اپوزیسیون ملیت های مختلف به شکل های مختلف مورد هجوم قرار گرفتگن، چه از طرف حکومت ببین که یعنی همه بخشی ببینین که از مرکزگرایان که در قدرت هست و چه بخشی ببین که به عنوان اپوزیسیونن اما دیدگاه سیاسیش دقیقا همه مرکز محوری هست. به این شکل خب می در میان متاسفانه هم دقیقا همانند همانی که هستن توی هم بستگی در واقع آنچنانی که باید ببینی ضمن داشتن اختلاف سیاسی در عین حال هم رعایت روابط دیپلماتیک و نظام مسائل به قول معروف انسانی و یه همین چیزا دارک ببین متاسفانه بیتا هم سک کم بوده کشن. بنابراین از دیدگاه من کسی که سک مهم متحد ببین همه داخله اپوزیسیونی که خارجی تا هسته این اپوزیسیونی که خارجی تا هسته متاسفانه پراکندگی در حد ناامیدی در نتیجه داخل که باید تاکید به سریش یک روی مسائل مختلف منطقه‌های مختلف و به هر حال شخصیت‌های متفاوتی که بوده هستند بین آیانی که بوده داخل بلوچستانند این همبستگی بسیار بسیار حیاتی تره تا شکل نظرم فرض کن یک بلوچ فدرالیستی، یک بلوچ استقلال طلبی، یک بلوچی که نزانو مرکز گیشتر بهایدن، یک بلوچی که گیشتر نزانو بلوچستان جنده بایدن شا میتا آهنگت متاسفانه بجنگین یا پیولش یک واقعیتی که هستین چون اگر بلوچ حقیقت باشه ندانی که می محور می در واقع ختمش کارکنک الان در داخله ایشی که ما اینو نیرو بین در ارتباط باشی که اپوزیسیون بلوچ نزانه 10 نفره دانه 5 نفره دانه 2 نفره دانه 3 دانه نیرو تشی سر بین نشان باشه با این که نباید باش بده همچین جاگاهی که برای عموم جهان داره گوش دارن توشا ولی می محور الان شیه که ما هر چی توانی همانگو داخل تابوت نیرو بلی اینو سعی کنیم با احترام گاندگه برخورد بکنیم اینگو سعی کنیم همدیگر تهمت مجنین گو همدیگر برای به این شکل روابط حفظ بکنیم با همدیگر میدانید که شیعه البته خب تا از روحی روانی واقعا یک به قول معروف یک کمکی ببیتیم برای داخل که نظام فرض کن اپوزیسیون بلوچ نشتن گو همدیگر رو به هر حال به این اصول رسیدن تو به چیزا رسیدن ششن تنی ودی ده جبه وجودی حتی که نظام فهم وقتگان تو پروش بودن تو رفتگان تو شین که الان وقتی اند که چه من فدرال خواه بون چه کسی که استقلال خواهی چه کسی که برحال به یک شکل دیگه هستیم ویتی نیرو بلی در درونه در واقع داخل ایران و داخل بلوچستان اودن در ارتباط با سازماندهی مردم در اودن ویتی نیرو بلی و کار بکنید و برحال چیزا خوشحالی میگم چون چه واقعا یک کسانی که در این رابطه بتواند دست پیش بلند گام پیش بلند شا ولی حقیقتا ما بانان از مردم بلوچستان این باره تا ضرورت نگین دیگه نیرو در این رابطه خارج از کشور بیشک صرف بکنیم همچون شکام که اصلا در واقع هزاران انگم جنگ بوگن تو جنگن تو ایشانه نوشید که گیشتر مسئله بوجودیت منی خیالا ولی در اصل هر کسی در این رابطه بلوچ پیشگام ببینن شما ما برای گفتگو برای گفتار کنه مثلا در واقع پشتانه کنی حتما مطرح کنه ولی ما نیرو الان اینو در نه متاسفانه من واجه بندوی ما